سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. گفتم یه توضیح هم بدم در رابطه با پوزیشنی که امروز گرفتم. حالا یه بخش آموزشی هم داشته باشیم. ببینید دوستان، امروز روز خیلی خطرناکی بود واسه مارکت، چون کلی خبر یعنی گزارشات مهم داریم و حسابایی که کوچیک هستن، یعنی حداقل زیر $1000 خب امروز اصلا نباید کار بکنن. ولی حالا کاری نداریم، یه توضیح راجع به پوزیشن بدم. زمانی که ما گزارشات مهم داریم توی بازار و شما یا دارین روی جفت ارزها کار میکنید یا برای مثال دارین روی فلزات مثل طلا کار میکنید، شما باید به این توجه داشته باشید که قیمت بر اساس نقدینگی‌ها حرکت میکنه. ما تقریبا یک ربع تا نیم ساعت دیگه، یعنی هم یه ربع دیگه هم نیم ساعت دیگه، دو تا خبر مهم داریم و قیمت رو میبینید که چه مومنتوم بالایی به خودش گرفته و توی همین یک ساعت گذشته تقریبا $36 قیمت اومده بالا. ولی جایی که من ورود زدم به معامله، جایی بودش که قیمت وارد این نقدینگی شد و از اونجا من تشخیص دادم که قیمت میتونه برگشت داشته باشه. دوستان، بازار اینطوری نیستش که شما فرض کنید باید یه قول چراغ جادو بهتون بدن و بر اساس اون برید جلو تا بتونید سوده باشین. اصلا اینطور نیستش. فهمیدن بازار بعد از این مدت واسهتون خیلی آسون میشه و فقط دیگه برمیگرده به اینکه شما چطور میتونید اونو اجراش بکنید. توجه بکنید، من تو این نقطه وارد پوزیشن سل شدم و بعد از دیدن تاییدیه و حرکاتی که توی ناحیه به من میده، من متوجه میشم که اینجا داره چه اتفاقی میفته و این اتفاق چیزی هستش که منو مجاب میکنه تو این نقطه وارد سل بشم، چرا که قیمت وارد نقدینگی شده و کسایی هم که حتی زود وارد شدن دوباره نقدینگی اونها زده شده و قیمت به صورت پرقدرت شروع به ریزش کرده و تقریبا توی میشه گفت یک ربع نزدیک به $20 ریزش داشت. حالا شما میگین چرا ولی تو کل این ریزش رو نگرفتی؟ دوستان، هر کسی به نسبت حسابش، به نسبت ظرفیت ذهنی داره و به نسبت اون انتظاری که از خودش داره توی روز و معاملاتش، سودش رو میگیره، از بازار میاد بیرون. برای من همون 60 پیپ واسه من کافیه و ریوارد 2-3 ما گرفتم اومدم بیرون. حتما ما قرار نیستش که از این نوک برای مثال سل بگیریم، این نوک هم بیایم بیرون. نه، اصلا اینطور نیستش. اینطور بخواید کار بکنید، نمیخوام بگم محکوم به شکستین، ولی خب ذهن جواب این کارو نمیده، یعنی ذهن انسان نمیتونه این کارو هندل بکنه به اصطلاح. خلاصه که امیدوارم روز پرسودی داشته باشین. روزتون بخیر.